تعلیم میکنه علیه بالله و عمر چپانا میکنه، میگه الله لیاقت رویت را دیده نداره، میگه اعوذ بالله انسان کافر میشونه. این الله لیاقت دیدن رویت را نداره، حتی حق نداره بگه که تو لیاقت دیدن روی الله نداری و این را گفته نمیشه. این زدی خودش است، میگه که در دلش سگ مرده، خر مرده، میگه یک به نماز زیدی خودش گپ میزنه. این به فکر من برادر عزیز خیلی 100% نیست، خیلی عقلش هم ناقصه، 100% نیست. الله اکبر. وای صحبت نمیکنه اخی، وای گریخ رفت، وای اونم مسئله اعتقادی به جای خود و آیات ها را غلط ترجمه میکنه، غلط میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم میگه، رحمان و هم میگه. وای برادر این اینقدر سوز نیست، خوب نیست قطعی بحث کردن. بفهمن مردم که مغرور شده، یعنی دیوانه، اینقدر سوز سوق نیست این مرد.